این استقامت، این خواسته، به شرطی که البته همبستگی داشته باشیم و یه حرف کلیدی رو همه با هم بزنیم ما رو از این وضعیت نجات خواهد داد. بالاخره از این چاله میایم بیرون. امروز فقط یک شعار بیشتر نداریم و برگردیم قوه آزادی و با هم یک پاچه و یک دست بایستیم و یک شعار بیشتر نداشته باشیم. اینها از سریع‌ترین راه رسیدن به مقصد آزادی است دوستان. اینو نگذارید جریاناتی بخوان شکاف بندازه. تحت تاثیر صادقی‌ها و فضای توییتری نباشید که هی این برامت پسی میگیرن.